زندگی اجتماعی، یعنی که هر کشوری شما در نظر بگیرید 4 رکن اصلی داره: سیاست، اقتصاد، اجتماع و محیط زیست. این به این معنیه که شما اگر میخواید برای تمامی مردم یک کشور این فرصت رو ایجاد کنید که زندگی خوبی داشته باشن، این 4 تا رکن رو باید در نظر بگیرید. یعنی که اقتصاد، اجتماع و سیاست اینها باید همیشه توسعه پیدا کنن، پیشرفت داشته باشن، بست پیدا کنن و همزمان بعد از محیط زیست دفاع کرد، حفاظت کرد که برای مثال آلودگی پیش نیاد، که کیفیت زندگی مردم بالا باشه. این به این معنیه که اگر طبیعتا چیزی که مردم میبینن جلوی چشممون اینه که خب جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از اینا واقعا هیچ اهمیتی تا نداده این 40 سال اخیر. یعنی مخالفین، اپوزیشن، باید برای اینکه بتونن اعتماد مردم جذب کنن برنامه‌های خیلی روشنی ارائه بدن چه کارهایی برای هر کدوم از این 4 رکن دارن، چطور میخوان به اهدافشون برسن، اصلا اهدافشون چی هست از این نظر.